سلام به بچه چنل یوتیوب من، خوش اومدین به یک برنامه دیگه. دوباره اومدم با آریان براتون، این دفعه با سوال و جواب. قراره 10 تا سوال جواب از هم بپرسیم که شما بیشتر با ما آشنا بشید. چرا قیافت اونجوری میکنی؟ احساس میکنم بد نوشتی. آره؟ نه من بد ننوشتم، من میترسم تو چی نوشته باشی. نه من چیزای بدی ننوشتم، من اصلا پرسونال ننوشتم. مال من بیشتر فلسفی نیست، روانشناسیه. اوه نه من سوالم چیزه. سوالم خطریه. خب بریم خیلی سوال اول من شروع کنم، چون که میخوام یه بیوگرافی ازت بگیرم. بهمون بگو که حالا یه آشنایی بشم بچه‌ها با چند سالته، چند وقت کانادا مهاجرت کردی و اینجور صحبت‌ها. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز یوتیوب. به قول بیزی لیون عرضم حضورتون که من متولد 30 خرداد ماه 1375 هستم. میلادیش میشه 19 جون 1996. متولد اصفهان. بعد تو اصفهان هم بزرگ شدی؟ آره من تا 21 سالگی اصفهان بدون اومدم اصفهان بزرگ شدم. بعد دیگه اومدم تورنتو، یعنی 6 ساله الان تقریبا. آره تورنتو. بعد تک فرزندی یا خواهر برادر داری؟ نه من یه خواهر کوچیک‌تر از خودم دارم، 13 سال کوچیک‌تر از خودم. تفاوت زیاده. آره و با خانواده‌ام هم تورنتو زندگی میکنم. بعد چی کار میکنی اونجا الان؟ درس میخونی؟ کار میکنی؟ عرضم حضورت که درس که آره فشن میخوندم، سنکا کالج درسم تموم شد. ولی خب اینجا مثلا مورگیج و ریل استیت این داستانم خوندم، از این سرتیفیکیت این داستان. آره ولی ایران ادبیات مساوی یک ریل استیت الان. آره دقیقاً این بده. ریل استیت اوبر بابا چیز اوبر که میدونی جریانش چجوریه؟ زنگ میزنی میگه چی کار داره، مثلا میگه که هیچی، میگه پلنت چیه، میگه که ببین میام جواینا میگم یه ماشین میندازم زیر پا، فعلا بریم اوبر تا بریم خدا بزرگه چیه میگم. آخه ببین واقعا میگم که درآمدش هم خوبه. ساینا شاید باورش من همین الان هست یه تایمی که اوبر انجام میدم. آره من خیلی از دوستام انجام میدم و شاید این کارا خب کانادا که کلا میاد اصلا سیستم طرز تفکر که حالا مثلا ما ایران چون خیلی‌ها به هر حال اومدن اینجا هر کدوم یه شغل و یه جابی داشتن که چیز بوده. این نیست که این داستانا داشته باشیم، ولی کاری هم نیست که تو حالا بخوای مثلا روش فکر کنی یا بیای بگی این پلنه من بخوام این کارو بیام کلی انجام بدم. آره کاری که روپش میافته. آره ولی من واقعا. الان یه خبری خوندم چند روز پیش، نوشته بود که خب اگر شما 8 ساعت در طول روز کار کنید و 25 روز کار کنید ماهی $10,000 از اوبر در میاد. مزخرفه این. چی گفته این؟ واقعا مزخرف. 10,000 مگه چه خبره اونجا؟ مثلا تیپ میخواد یکی بیاد مثلا $100 به تیپ میده. خیلی مزخرف. ولی من شنیدم درآمد بدی هم نداره. نه میگم برای اون نسبت به این کارهایی که الان دارن انجام میدن، مثلا تو میری توی شرکتی کار میکنی، خب پشت میز همه چی خوبه شیکه، ولی اینقدر ازش تکس و کوفت و زهرمار کم میکنن تو اصلا کلا ماهیانه مثلا $2,500-600 دست میگیره. ولی خب تو اوبر تو بیشتر میتونی، ولی $10,000 هم نیست. چرا؟ اگه 24 فقط پشت ماشین باشه اینطوری تو خیابون داستان. بعد ایرانم ادبیات انگلیسی خوندم. آره بعد آره لیتریچر خوندم. من لیتریچر تنها درسی بود که همیشه میافتادم. آره در حال حاضرم که مربی والیبالم، مربی کلاب والیبالم و خب بچهای بین 6-7 سال تا 18 سال. ارتباطت با بچه‌ها خوبه؟ خیلی آره کلا خیلی بچه دوستا بچه باز نیستم. بچه دوستم. آره. بعد چقدر آدم خوشحالی هستی الان در این جایگاهی که توی زندگیت هستی؟ خوشحال؟ خب کلا که تو زندگی همیشه سعی کردم خوشحال باشم. یعنی اتفاقا این سوال منم اصلا دارم خیلی جالبه الان یه لحظه ما تو ذهنم. ولی در کل بیشتر زمانی تو معنی خوشحالی رو میفهمی که یه سری شکست خورده باشی دیگه. جلوم یه آلبوم پر از بچگی و توپ سرسره، شلوغ ولی آروم تو عکس. لا احساس بود این حرفا. یعنی از اتفاقا منم دیروز
اتفاقا منم دیروز زده بودم تو فاز نصیحت داشتم به یکی از دوستان میگفتم ببین باید بشی تا موفق بشی، اگه موفق بشی نشده باشی یه جای کار میلنگه. دقیقاً آره. و اینکه خب خوشحال بودم دستگی به خود میدونی خیلی آپشنه دیگه، یعنی حالا همه چی صرفا مثلا پول و این داستانه. مهمترین چیز بنظرم اول سلامتیه که هم جسمی باشه هم روح و روانی. و خیلی بیشتر من خودم زمانی بیشتر خوشحالم که مثلا مردمم خوشحال باشه، یعنی حالا مردم چه مثلا هموطنام چه دوستام اطرافی اینا، چون وقتی اینا یه وایب خوبی به من بدن منم میتونم مثلا حالم خوب باشه دیگه. ولی کلا خدا رو شکر اوکی ام با این داستان، یعنی سعی میکنم حتی اگه اوکی هم نباشم یه طوری باشه که جمع جورش کنیم دیگه. آره دیگه همه میدونن تورنتو خیلی ایرانی داره، وایت داره، هندی داره، یعنی همه نشنالیتی هستش. تو به من بگو دادا دختر ایرانی یا خارجی؟ ایرانی نازشو بره ایرانی اصلا یه چی دیگه یه دادا بابا میفهمه اقلن تو رو. البته شاید خیلی هاشون زیاد متوجه نکنه این صحبت همون پسر، ولی دیگه خارجی تازه باید یه چیزی هم یه تازه بهمون بفهم. یه خیلی تجربه دوست دختر خارجی داشتی؟ آره. چه جوری بوده؟ اوکی بودی باهاش؟ والا من مثلا یه کانادایی داشتم، اوکراینی هم داشتم. این گاه مثلا چیز سوپ لیموشو بدم هلوشو بدم. ولی مثلا یادم همون یک سال اول بود آره یه دوست دختر پیدا کردم، دوست دختر کانادایی خیلی هم خوب بود و شکلش هم قشنگ. آخه من یه چیزی که هست خیلی پسرا اینطوریانا، ولی ببین من واقعا شکل قیافه برام اهمیت داره. یعنی این که میگن نه او اخلاقش خب اخلاق آخه او یه غلطی با هم میکنی فوقش یه وقته من بعد جایی قیافه داشته باشه 4 تا میبینم یه قلمار یعنی با اینی. مثلا یه توی فاز دیگه بودم بابا مثلا ما میخواستیم مثلا درینک میکردیم مثلا میذاشتیم میدونی که من عشق هایدم مثلا میذاشتیم یه زندگی هایده گوش داریم مثلا میگفتی برام نمیدونم چیز بذار دریک بذار بابا دریک بذار. صحبت کالچر یه ذره راجع به کالچر اصفهانی سوال داشتم من. چرا به خورش ماست میگن خورشت؟ به خورش چرا میگن خورش؟ والا خودم هم نمیدونم راستی، ولی طرز تهیه‌اش خب خیلی سخته. داستان اینا ببین پشه زده پامو همین الان یه 2-3 ساعت پیش زد میرم پایین پشه زده دارم میخورم. فکر نمی‌کنم کار خاصی انجام میدم. الان من چیکار کنم؟ نمیدونم داستانش چیه خورش ماسو، ولی میدونم خیلی خوشمزه است میخوریم ما خیلی حال میده. اما خب خیلی چون که مثلا گوشت گردن و این داستانا خب خیلی سخته درست کردنش، ماسه چکیده و این داستانا بکنم به خاطر اون میگن مثلا در حد خورش کار میبره. بعد راسته که میگن اصفهانی‌ها خسیسن؟ چه خورده هر کی گفته اینو. ببین بذات من تحتیشه ببین این کارو باید سر تهش خیلی ها قبل من گفتم منم میگم اینه لطفاً دوستان اصفهانی بگین در ادامه این حرفا. آقا ما فقط کاغذ و قلم داریم حساب کتاب میکنیم اینو کجا چی در میاد با برکو اصفهانی خیلی هم لارجن. ببین من نظر شخصی من میگم که یا بریز بپاشین یا حساب کتابشون دیگه خیلی حساب کتابه. حد وسط من احساس میکنم ندارم. نه بریز بپاشی که آره هستن یه سری هستن واقعا اونا ولی خودش اصفهانی نیستن. میدونی که منم اصفهانیم. نه خدا دادا نگفتی نه آخه اصفهانی که اصالتا اصفهانیم، یعنی پدر بزرگام هر دو طرف اصفهانی هم، ولی خب مامانم پدرم خودم اینا همه تهران بودن. عکس ببخشید یه پشه بود زدم کشتمش. خب پس اصالتا اصفهان. آره دنباله فامیلی من اصلا اصفهانی داره. آره چینی فروشان اصفهانی. الان تو فکر کنم فیلتره رو من نازیشه برم. خب آریان اگه 6 ماه توی جزیره گیر کنی فقط 3 تا چیز بتونی با خودت ببری including everything، یعنی هر چی از نظر غذایی الکترونیکی 3 تا چیز فقط میتونستی با خودت ببری چی بود؟ حتی یکیش میتونه آدم باشه. ببین اگه بخوام آدم ببرم که بابا مامانم خواهرام میبرم.
این سه تا یعنی تمام. آب نمیبری، غذا نمیبری، گوشی نمیبری، فقط مامان و بابا خواهر. آب که جزیره اونجا دریا داره، میریم اینطوری که آب بخوریم. یه دوتا حیوانم پیدا میشه میکشیم میرم غذا. خب گوشی میشه نه بابا. اگه قرار باشه مثلا بابا مامان خواهرم باشن گوشی میشه نه بابا بیخی. ولی اگه بخوام فاز چیزی بگم مثلا خیلی این نازشونو میری همین زودی مردم فراموش کردی تو جزیره. من غلط نه بابا. آخه اون موقع دیگه من گوشی نداشتم. تو جزیره ناز کیو میخوای بری؟ ها 6 ماه تو جزیره ناز کیو میخوای بری؟ نه نازیم همین خرسا پلنگ رد میشه یا یکی بیاد پاره اون نکن. ولی نه اگه تو نگفتی اگه مثلا با همین مثلا الان سیستم اینستا اینه که راه انداختم یهو برم تو جزیره امروز دیگه امروز یا مثلا امروز مثلا اگه برم 6 ماه یه پاکت سیگار و یه مشروب و یه گوشی باید تو رو پیدا کنم باید تو رو پیدا کنم. خب سوال بعدی اینه که فکر کن تو میتونستی یه تعطیلات بذاری، مثلا میتونستی یه تعطیلاتی طراحی کنی هر تاریخی که خودت بخوای و مناسبتش هم بهمون بگی. اوکی. خب یه تعطیلات اگه اگه بخوای یه تعطیلات مثلا یه تعطیلات جدید یه تعطیل رسمی اعلام کنی به چه مناسبتی و چه تاریخیه؟ تولد خان. یه هفته تعطیل. یه هفته؟ آره بابا بزن و برقصا بخوری ها عالی میشه. خب البته اون موقعی که دیگه تعطیل هستش دیگه. نه بابا خب کسایی که همسن سال من یه وقت خواستم مثلا کسایی که تو ادارجات اینام کار کنن بقیه عالم نیستن 4 تا این خودمون تمام تلاشا رو مغز منم هست. خب اگه یه آهنگ میتونه زندگی تو توصیف کنه و شخصیت تو توصیف کنه چه آهنگی بود؟ زندگی هایده. زندگی هایده کدومه؟ که میگی که خدایا آره وای منم آهنگو خیلی دوست دارم. همون که میگه زندگی میگم من یه زنده هاست اما خدایا بس که ما دنبال زندگی دویدی. حالا بابا میام یه غلط کرد که تو دویدی تو کجا دویدی؟ مال من میدونی کدوم بود؟ یه دونه آهنگ مهرازی داره میگه ریدم توی این بست. ببین خیلی هست هرچی میشینی فکرشو میگه سری آهنگ واقعا ریلیت میکنه اون چیز حس توه واقعا باشه. مثلا من خودم میدونی که خیلی تتلیتی هم نه آره و آهنگای تتلو قشنگ مثلا نشستم کنارش پیش گفتم آره عمو تتل این شده بنویس یه چیزی برامون. بعد فوش هایی که خیلی الان هستن فوش میدن دیگه ولی فوشی که تتلو میده قشنگ میشینه ببینی استخونه آره برو فلانه مثل جکی قره تو صورت. دقیقا آره. خب اگه توی یه کشور میتونستی انتخاب کنی که دوباره به دنیا بیای اون کدوم کشور بود؟ ایران دوست داشتم به دنیا بیام خدایش. اصلا الان وای بذاری الان این آهنگ هست که میگه ایران اگر تو را شکستم فدای عشق خنده. ببین روزی که میخواستم مهاجرت کنم یکی از صمیمی‌ترین رفیقام اینو گذاشته بود برام. گفتم نکبت اینو چرا گذاشتی حالا تو این وضعیت؟ مشکل داری من همینطوری الان دارم خودم چیزی کنم که اینم میخوند باشم. من هر دفعه از دبی مسافرت میومدم ایران این آهنگ رو گوش میدادم هر دفعه هم گریه وای ایران وطنم ای شکوه پاورجان. آخ ولی نه خدایش اینو بدونه هیچ چیزی میگن خدایش ایران. آره حالا شاید بعدش مهاجرت 100% اگه وضعیت همینطور بود مهاجرت میکردم این داستانو ولی همون ایران. من ترجیح میدادم که یه جا دیگه به دنیا میومدم ولی تو ایران بزرگ میشدم همچنان. نه من همون ایران به دنیا میادم دیگه میگفتم که آخه پرشن بویم دیگه ما میدونی چی میگی؟ به نظرت بهترین اینفلوئنسر ایرانی و بدترین اینفلوئنسر ایرانی کیه؟ ببین الان که فعلا الان قفل زدم رو آیسان
جان کودتاگرا. ببین میخوام یه طوری باشه یه لینچی بزنم اون شما حرف بزنم من اسپانیا بندازم دمش بگم نازشه برم کودتا کجا بودی تو. ولی کسایی که خودش خیلی مثلا تو کمدی نمیتونم آخه بهترین و بدترین واقعا این نیستم که بخوام انتخاب کنم مثلا بگم کی چی، ولی کسایی که واقعا دمشون گرم، من کسایی که خنده رو لب مردم میارن و خیلی باشون حال میکنم، چون به نظرم کسی که میتونه بخندونتت فوق العاده آدم با هنری، چون تو خیلی راحت میتونی اشکی که در بیاری. که تو این اینفلوئنسر مثلا عزیز محمدی خیلی باش حال میکنم، مثلا فرشاد سایلنت که اونم اسمانیه. خیلی خیلی جالبه کلیپاش این داستانه پر انرژیه. آره یه مدتی سوهیل سنگرزاده خیلی باش حال میکردم. جون دل. ولی تو زمینه مد و فشن و این داستانا شدیداً بهامینه خیلی باش حال میکنم دختر. به نظر من یکی از یکی که نه خوش استایل ترین و شیک ترین اینفلوئنسر ایرانی بهامین. و اما بریم برای سوال آخر که دیگه بعدش قراره تو سوالاتو شروع کنی. سوال من خیلی وحشیه. پارم میکنم. خیلی داری خوب میگی. نکنی اذیت نکنی که آبرو حیثیتمون رو نبر شرف داریم یه ذره تو یوتیوب ما. چون گفتی دختر ایرانی نازشو بری، 2 تا خصوصیت خوب از دختر ایرانی و 2 تا خصوصیت بدم بگو که بعداشو بگیم درست کنن و خوباشو بگیم اگه خدا بخواد بیشتر. خوباش که والا خوباش که هرچی بگم کم گفتم. خوب نه ببینی بعد و بعد گم شو. یعنی چی؟ حالا یه تعریفی جرم دیگه دختر نه برو بابا دستپخت دختر ایرانی کجا دختر کجایی داره؟ خدایش دستپختشون خوبه و نمیدونم همه اینطور، ولی خب خیلی هاشون دستپختشون خوبه خداییش. اصلا کلا به خاطر که غذای ایرانی به نسبت کالچرهای دیگه خیلی خوشمزه. دقیقاً 100%. آره و مودشون هم میتونی اون عشق حالی که میتونی با دختر ایرانی بکنی یا با بقیه میگم عشق و حال نه چیز خاصی مد نظر باشه گل ندارم میگم، ولی خب مثلا با هم بشینیم دست بزنیم و بزنیم. یعنی تو یه چیزی میگی میگیره یه چیزی میگه بهت. دقیقاً. آره دخترای وایت خیلی ذره سردتر و سیمپل ترن، مثلا خیلی into everything نیستن، همه چی براشون خنده‌دار نیست یا مثلا make sense نمیکنه. خب خیلی چیزا خولن اینا روش بگوی چی بذار. آره پسرای ایران که فکر میکنین الان پا میشین میایین اینجا و دخترای خارجی ریختن براتون خوشگل و بلا باشون دوست باشین. من اتفاقا اصلا فکر نداشتم. آره اصلا خبری نیستش، نمیتونیم بیشتر از 2 روز تموم کنین. نه که بد باشن ولی خب کبوتر باز با باز نکن. حالا ما گفتیم ایرانیا خوبن دری دل نداره بابا. اینجا یارو هر چی میاد مثلا دیگه کانادا یا مثلا حالا امریکا این کار مثلا از یه جا فیل افتاده. خب بابا میام مثلا بینی سرباله میاد دیگه وای نمیدونم من این کار کردم و اون کارش وقتی بابا چم کن بابا دیگه ما خب اینجاییم دیگه. حالا انگار مثلا ما اینجوری باشه بابا اینقدر خودت میگیری اینقدر بابا کلاب تو میر الان چه تو کلاب مثلا هیچ عقیده نه پسرا خواهشن گوش کنی کلاب جا مغزنی اصلا نیست. اونم تو کلاب ایرانی. کلاب اینه یارو داره میخوره منو با نگاهش بعد میرم بهش میگم که مثلا میتونم شما تو داشته باشم نه مرسی من سر یا شما پاره کردی من رو با نگاه معلونی با خودش چنده. مورد بعدی که یه کمی سعی کنم و پسر رو بفهمم خواهشم توی یه سری شرایط درک کنیم. آره خیلی بی منطق میشن وقتی میخوان مثلا دخترها وقتی میخوان حرف خودشونو به کرسی بشونن اصلا از ساید طرف دیگه به قضیه نگاه نمیکنن اصلا. یعنی اصلا ساید منه، اصلا تو هیچ سایدی نداری، اصلا تو خیلی داغونی. اونم تو کانادا بابا ما همینطور بعد تازه میاد میگن نمیدونم اینجا که دیگه اینجا بابا وقتی که یه کشوری زن حرف اول بعد زن بیمیرم برای دلی ما مردا بعدی زن که سگه یعنی ما سگم کم این دیگه نباشه یه پست براش بزن خیلی حرفه با تو بعدی نه بعدی زن بعد چست بعدی بچه سگ نه و سگ
اوه بعد سگمان خیلی لاشیم بغضم گرفت. بهترین دوران سنیت کی بوده؟ بهترین دوران سنی از 5 سالگی تا 10 سالگی. هیچ دغدغه‌ای نداشتم، همه چی گل و بلبل بود، خیلی خوش میگذشت، هیچ چیزی ناراحتم نمی‌کرد. از ته قلب همیشه آرامش داشتم و خوشحال بودم. خب یه کلا یه بیوگرافی هم بهم بگو، یعنی من سوال نذاشتم ولی خب یه بیوگرافی من ساینا چینی فروشان اصفهانی هستم، 21 ساله، از تهران، مقیم ونکوور. بعد واو. بله ون سیتی و این داستان. آره. بعد الان دارم اینجا هاسپیتالیتی میخونم، قبلش سینما میخوندم، بعد ول کردم اومدم هاسپیتالیتی خوندم. میتونم سنتون رو بدونم؟ خیلی زشته از یه خانم سنش رو بپرسیم، ولی حالا من میدونم شما رو 18 سالگی میمونن خانوما معمولا. نه گفتم 21 ساله از تهران. نه میخوام ببینم خب ماه و سال و آها من 27 آبان 1380. یا خدا اژدها و عقرب اینا تو بودی الان میاد بیرون. آره دیدی میگن 80 که خودشون یه اژدهان، آبانم که عقرب و منم که سال 80 تو؟ آره 80. چقدر یه مدت در 80 رو مسخره کردین دیدی؟ آره گودزیلا واقعا. البته تو نه، تو دیگه اما اولشی چیزه نه اوکی. الان دیگه 90 چیز شدن. آخ آقا یه سوال من داشتم، اینایی که مثلا چیزه، اینا که مثلا 400 اینا به دنیا اومدن، اینا رو مثلا میگن 400 یا بنزین اینا میافتاد، اینا چی صدا میکنه؟ اینا یکی من جمع همین نرسه 2-0 جیمز باند. خب بریم سوال، چی تو اینستا بیشتر از همه رو مخته؟ یه سری آدمایی که بیلانگ نمی کنن و خیلی اصرار دارن خودشون رو جا بدن. بدترین پیچوندنه چی بوده؟ پیچونده باشنم یا من بپیچونم؟ نه تو پیچونده باشی. من زیاد میپیچونم. یه بار خیلی بچه بودم، پیچونده بودم، یه دوست پسر داشتم، بعد گفته بودم که شمالم. بعد ساعت 5 صبح خونه اومدم بیرون با 2 تا از دوستان، بعد مستم بودم، مامانم اینا شمال بودم. بعد اومدم بیرون، اینم بالا سر زده بود دم در نشسته بود 5 صبح تو ماشین. دمش منم برو خودم نبردم، سوار آژانس شدم رفتم. چه لقبی رود بوده که مثلا خیلی باش حال کردی؟ مثلا تو مدرسه ای، تو دانشگاهی، دوستا مثلا یه لقب بزنن رود، مثلا اصلا گذاشتن لقب رو نذاشتن؟ ببین کلا از بچگی که بهم میگفتن سونی، یعنی هم مثلا مامانم اینا دوستام و اینا، یعنی اول میگفتن سوسکی، چون هم خیلی سیاه سوخته بودم، سبزه بودم، همیشه هم تو استخر و آفتاب بودم، همیشه من کوچولو هم بودم خیلی، یا مورچه سوسکی. بعد این سوسکی خیلی غالب شد بر من تا مثلا 11-12 سالگی. مامانم بهم میگفت سونی. بعد دیگه بعد 12 سالگی دیگه نمیتونستم بهم بگن سوسکی، دیگه انداختنش رو سونی. بعد خودم حال میکردم دیگه، این شد سونی. اصلا میخواستم چنل بزنم، میخواستم به اسم سونی بزنم، سونی CNN. آره ولی دیگه گفتم به اسم خودم باشه. خب یکم بریم سوال حاشیه‌ایش. البته حاشیه زیاد نه، چیز نیست خداییش، بی‌شرفمونه. نه بابا آخرین دیتت کی بوده؟ سخت نیست خیلی. مثلا میتونی بگی که قبلی که بیام یوتیوب بگی یا مثلا اونور نشسته الان. ببین شاید باورت نشه ولی واقعا یادم نمیاد. برات آرزو میکنم یه شوهر خوب برات پیدا شه. بیشتر از 1 ساله که من دیت نرفتم. من اصلا دیتی نیستم. و همچین گفته خیلی وقته، گفتم الان یه 20-25 سالی ها. نه ولی مثلا فکر کنم آخرین باری که رفتم دیت فکر کنم پارسال تابستون. نه ببخشید مهر همون پارساله. یه ما دیگه میشه پارسال. ایوان یه سال نشد. خب روش مخزنی چیه؟ سوال اصلا همه به هم وصله. ببین من همه فکر میکنم از این دختر لبند سکسیام که میرم مخ میزنم فلان میکنم شیطونم، ولی اصلا اینجوری نیستم. یعنی یه ذره چیزم الان که اصلا یادم رفته دیگه، اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. اینه که بدی مخزنی خاصی که هم اگه حضوری باشه
از طریق آی کانتکت. اینطوری. ولی اگه مجازی بخواد باشه مثلا چنم یارو مثلا تو اینستا باشه و اینا که زیادم نمی کنم، ولی اگه اون بخواد باشه استوری ریپلای کردن و ریاکت و این چیزا. آی کانتکت داره حضوری. آره اینطوری مثلا این نگاهی اینطوری نه چش قره میرم. اوه هنو هیچی نمی یارو میخوای چش قره می یارو هنو پاشه ازش جلو میخواد کار چش. بعد میاد دیگه ما خیلی دختره واقعا مهربونه خوبی هستیم ما. من اصلا ادعای این که دختر مهربونی هستم و ندارم. بدترین مستید کی بود؟ بدترین مستیم هفته اولی که اومدم کانادا با یکی از دوستام، همین نگین دوباره. بعد اون موقع اصلا قرنطینه بود، من اومدم اجازه نداشتم برم بیرون، واسه خودم بلند شده بودم رفته بودیم یه بار. ببین انقدر ما مست شدیم. بعد اون موقع من که اصلا تعطیل. نگین یه سری دیدی اینجا مثلا کوکتل و درینک ها و بعضی از مثلا ویسکی اسمای خاصی داره. خب من اون موقع همه برندهای مشروب رو نمیشناختم. هی ما شات میگرفتیم میزدیم، بعد از چیسر کوکتل باش میخوردیم، بعد مشروبا مثلا فرق داشت با هم، قر و قاطی. ببین ویسکی خوردیم، جین خوردیم، ودکا خوردیم، تکیلا خوردیم، رام خوردیم. جنازمون رسید به خونه. قراقاتی جون مادرتون نخورید. آره خدایش خیلی. ببین من مثلا اگه دارم مشروب میخورم وسطش یهو مثلا 4 تا شات، 3 حتی 2 تا شات تکیلا زده باشم وسطش تموم شه ودکا باشه دیگه مشروب نمیخورم. نه اصلا کلا خیلی واقعا اگه بدنت کشش نداشته باشه گیواب میکنی. یعنی میره توی مشروب اینجوری دوزم بالا نیست. ایران بودم خیلی اتفاقا بیشتر از الان اینجا مشروب خوردم. آره خودش ایران خیلی آدم بیشتر. خودش من خودم یادم یه شب اینقدر نشستیم 2 نفر بودیم آبجو خوردیم که من مثلا بگم مسیر خونه ما رفته بودم خونه دوستم، خونه فامیلمون بود تا خونه ما مسیرش مثلا پیاده مثلا بعد بگم مثلا 1 دقیقه هم نمیشه. طوری بود که من این مسیر رو تقریبا تو 50 دقیقه رفتم. آره بعد بابام زنگ زده بود که گفتم دارم راه میافتم، یه تقریبا 40-50 دقیقه دیگه گفتم چرا نرسیدی؟ گفتم ترافیکه. چه ربطی داره؟ آخرین سوتیت کی بوده که سوتی دادی؟ واسه فکر کنم یه چیزی خیلی بدی هم بودش. یادت نی اینقدر سوتی داری میدی؟ یادت ببین من انقدر شده مثلا میرم تو اینستا همجور میزنم عکس، مثلا یکیش همین این سوتی مثلا عکس میگیرم، مثلا خب با برندایی هم که کار میکنم و پیجایی که کار میکنم مثلا همش دیدی اولش آله بعد پرایمری جنراله، من همه رو جدا میکنم ولی وقتی میرم تو دایرکت هم موقع رو آل میادش. مثلا من میزنم رو دوستم همین دیدی میزنی رو کامرا یه دونه عکس هم موقع میگیری میفرستی. آره ببین مثلا شده عکسای خیلی بعد مثلا فاکتاب از وسیله هایی که نباید، از خیلی چیزای فاکتاب. مثلا من آدم یهو بگیرم بفرستم، یاد دارم یه داستانی میگم آره بابا فلان شده این کارو کردش اینجوری ویدیو گرفتم مثلا دارم راه میرم نمیتونستم تایپ کنم فرستادم برای یکی دیگه یا برای خود یارو حتی داشتم راجبش حرف میزدم. نه خریت نسبی هم نه خریت محض. یه بخوای یه بار دیگه مثلا مهاجرت کنی مثلا کدوم کشور رو انتخاب کنی اول از همه؟ مثلا مهاجرت آمریکا 100% آمریکا. کدوم ایالت کدوم شهر چجوری درست؟ کالیفرنیا یا اگه تو این سن بود نیویورک، ولی فکر کنم مثلا خیلی دیگه شلوغیه اونجوری هم نتونم زیاد تحمل کنم، ولی کالیفرنیا 100% چون خیلی اروپا که لایف استایلش به من نمیخوره، یعنی من زیاد لایف استایل اونجوری دوست ندارم. بین این ورام خب قطعاً آمریکا رو به کانادا ترجیح میدم. خب این سوال خیلی سوالیه ناز و قشنگه. قبلا پرسیدن خیلی چیز از یه شخص خیلی معروفی هم پرسیدن اینا چی؟ حاضری عشق تو با پول خیلی زیاد پول خیلی زیاد باشه چرا؟ ببین چون خیلی عشق خاصی ندارم، آره عشق ندارم پس پول زیاد قطعا ترجیح میدم، ولی حالا اون عشق اگه باشه اون موقع باید
یه تجدید نظر بکنم، یه چک دوباره بکنم ببینم واسه عشقمون میتونم بدم پول رو یا نه. واسه عشقمون میدم قلبم یادت اینو رفتی ببین اولین چیزی که جزء اولین ویدیوهایی بود که وایرال شد، یعنی دختر چی شد؟ نمیدونم خیلی بد رفتن تو دیوار، نمیدونم تو ماشین رفتن چی شد داستان. و یه دونه یه چیزی بودش نرگس و چی بودن؟ 2 تا خواهر بودن، بعد میومد یکی مزاحمشون میگفت مزاحمم نشین. ها مزاحم چطور به تو بینادن؟ یکی دیگه من پیروزا دیدم، اون که دیگه افتضاح بود، افتضاح. اون مال همین چیز بود، همین کارگردانش همین ایرج بود. اومد گفت که چیزه تو هرزه‌ای، بعد یه اومد گفت که نه من که کار اشتباهی نکردم، من با کسی نخوابیدم. بعد گفت نه تو هرزه فکری هستی، فکرتو عوض کن. خوب بود. مرسی که تا اینجای برنامه با ما بودین. یادتون نره منو سابسکرایب کنی. ان شاءالله دیگه آریان هم به زودی قرار چنلش رو باز کنه که بیاد تو یوتیوب. حتما اینستاگرامش و آیدیشو میذاریم این پایین، فالوش کنین، پیجش رو دنبال کنین که پاره میشین از خنده. من خودم هر روز صبحم با آریان شروع میکنم. دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار. خداحافظ. بای.